مونترال شهر بین‌المللی فستیوال هاست. فستیوال اکسس آسی که در این شهر بین تاریخ 5 تا 26 برگزار شد، روز 26 تخصیص داشت به موسیقی آسیای مرکزی. مدیریت هنری کل این فستیوال به عهده آقای خسرو برهمندی، نقاش شناخته شده ایرانی است. میریم و از هنرمندانی که در این برنامه هنرنمایی میکنند دیداری میکنیم، گفتگوی کوتاهی داریم باشون و برنامهشون رو تماشا میکنیم. با ما باشید. پشت صحنه بر بچه‌های هنرمند این برنامه گفتگویی داریم. بشیر فرامرزی نوازنده سنتور هست و می‌خواستیم ازش بپرسیم بشیر چطوری شد که این همه گشتید و این دوستان رو و این هنرمندان رو پیدا کردید مثل میریام و دیگران و اینها رو؟ به حال یکی از هدف‌های اصلی برای کنسرت این بوده که هنرمندای مختلف که با سنت موسیقایی ایران و آسیای میانه آشنایی دارن در این برنامه شرکت کنن که در قالب فستیوال اکس عزی برگزار میشه. افرن از نوازندگانی که سنت موسیقایی افغانستان رو بسیار, بسیار خوب میشناسه و سازهای موسیقی رو خیلی خوب مینوازه. یکی از دلایل اصلی که ایشون دعوت شده این هستش. و میریم ایشون متخصص رقص‌های شرقیه و همینطور رقص ایرانی و بسیار خوبی موسیقی رو میشناسه و خب یکی از گزینه‌هایی بود که میتونست خیلی همکاری خوبی ما داشته باشه. من هم تا بخشی تا حدی موسیقی خراسان و موسیقی بخشی ها رو کار کردم در دوره دانشجویی و به هر حال تمام این کنسرت به همت زیا تبسیان بوده، نوازنده پرکاشن ما، نوازنده سازهای ضربی که خب همینجا ازش تشکر میکنیم. و به عنوان نوازنده سنتور که ایرانی هم هستی، چه تفاوتی میبینی بین موسیقی تاجیکستان و موسیقی ایران و همینطور افغانستان؟ تفاوتی آیا میبینی درشون یا که مسیر رو که اینا رفتن آیا از هم داره جدا میشه یا به هم نزدیک میشه؟ امروزه داریم صحبت میکنیم. سوال خوبیه، به خاطر که مرزهای موسیقایی با مرزهای سیاسی یکی نیستن. ما وقتی در مورد موسیقی شمال خراسان صحبت میکنیم و موسیقی دوتار، موسیقی بخشی های شمال خراسان، بدونی که موسیقی ترکمنی رو بشناسیم و همینطور تکنیک های ساز دوتار ترکمنی که حتی ترکمنای ایران هم خب به هر حال این ساز مینوازن و در ترکمنستان و در آسیای مرکزی، در ازبکستان و تاجیکستان هم خیلی رواج داره این ساز. خیلی تحت تاثیر این موسیقی بوده، موسیقی آسیای مرکزی بوده، موسیقی خراسان و همینطور موسیقی افغانستان. مرسی عزیزم، قربان و محبتت. با زیا تبسیان صحبت میکنیم. زیا تبسیان چهره آشنایی هست در آسمان هنر ایران، خودش و برادرش کیا، و قبلا با هم مسابقه داشتیم چندین سال پیش، یکی دو تا با هم داشتیم. گفته شد که به همت شما هست این گروهی که ایجاد شده و آوردی، یعنی چی؟ چه کار کردی؟ والا من میگم بیشتر به همت فستیوال اکس عزی و مدیر این فستیوال خسرو برهمندی که این اجازه رو به ما داد که این برنامه رو با هم اجرا کنیم. و این البته این برمیگرده به 2 سال پیش برنامه گلستان بود که موسیقی ایرانی و موسیقی هندی در کنار هم اجرا شدن و سال پیش با موسیقی گلستان آناتولی که موسیقی ایرانی و شرق ترکیه در کنار هم اجرا شدن و امسال می‌خواستیم با خسرو به موسیقی ایرانی و آسیای مرکزی و افغانستان و آسیای مرکزی و آسیای میانه برنامه اجرا کنیم. به قول خودت میگه سوال سخت نکن. ریتم موسیقی افغانستان چه فرقی میکنه با ریتم‌های ایرانی؟ همونجور که بشیر گفت مرز چیز وجود نداره. به نظر من خیلی شباهت داره. اتفاقا سخته یه مقدار برای من ایرانی فهم ریتم هایی که توی موسیقی افغانی به کار برده میشه. یه نوع زده ضربه چجوریه؟ تو شما خودت واردی، من ضرب نمیزنم، موزیکم بلد نیستم.
خیلی دور نیستش. من خب یه ذره موسیقی هندی کار کردم و موسیقی افرین واقعا بین موسیقی ایرانی و هندیه. برای من خیلی وقت بود که می‌خواستم با موسیقی افغانی کار کنم و امشب شانس دارم که در کنار افرن همکاری بکنم. افران لوپز اسپانیایی هست ولی خب با این گروه داره کار میکنه. Efron, how did you find all those Iranian guys and also the Miriam as a dancer? Actually, I know Zia's work and also personally we met a few times in Europe. And actually he found me he invited me to be a part of this new project. And I accepted, of course. And with Miriam also, I have played for her performances a few times in Europe. And I'm really happy to share the stage with them, and it's a very enriching experience for me. What makes you interested to the Persian music, or better to say that Central Asian music? Yes, I came through this music through the Afghan Ruba. I'm studying it since 13 years now with an Afghan teacher, Ustad Daoud Khan. He lives in Germany, and through this instrument I discovered also the music of the neighbor countries. And I have been playing also with other Iranian musicians like Pedran Khabarzamini, tombak players, Shamak Agais, and tool player, Sima Bina also, the singer, and also with Afghan artists. So slowly I got familiar with this language, let's say, this musical language. And in the program we play tonight, we play like a mix, some like classical Persian pieces and also some folk Iranian songs, and also our own compositions based on those rhythms and scales. Thank you, Efron. Efron Lopez from Spain. خانم میریام پرز اصلا اسرائیلی الاصل هستن ولی گویا در مونترال زندگی میکنن. Do you live in Montreal or somewhere else? Currently I live in San Francisco. Yeah. But I travel a lot and I live part-time in Israel. So I'm a bit of a gypsy in that sense. As a gypsy, how could you find these guys, especially the Iranians and also the locals? Actually, Zia found me, and I really admire his music, and it's such an honor to work with him. Efren Lopez, I've worked with many times. I've had the honor of performing with him in Switzerland, also in Israel, and in Spain. So it's a great honor to work with such high-quality musicians. One of the things that drew me into Central Asian dance is my love of turning, and I am also a dervish, so in some sense my dance and my spiritual practice came together in the Central Asian dance form. The climax of each dance form in Tajikistan, Uzbekistan, Iran is always this turning, this ecstatic turning towards the heart, towards the beloved. So this is really what drew me in.